دوستان عزیز با سلام. امروز در 25مین جلسه از دوره آموزش فشرده سیستم یکپارچه راهکار به ماژول انبار و درخواست کالا از انبار میپردازیم. خب من وارد منوهای مربوطه شدم. از این قسمت افزودن درخواست کالا از انبار رو انتخاب میکنم. این صفحه‌ایه که شما میتونید درخواست کالاها از انبار رو ثبت کنید. طبیعتا اول باید مشخص کنید که از کدوم انبار درخواست رو انجام میدید. بعد مشخص میکنید واحد درخواست کننده کجاست. حالا من تو همین آموزش سعی میکنم واحد درخواست کننده در واقع واحدهای سازمانی رو هم به شما توضیح بدم که اطلاعات انباریتون تکمیل بشه. و شخص درخواست کننده در واقع پرسنل شاغل در اون واحد هستند که این قسمت هم انشاءالله امروز بهش میپردازیم. خب بعد از اینکه مشخصات سربرگ یا هدر درخواست رو مشخص کردید به اقلام درخواست میپردازیم. تو آموزش‌های قبلی هم دیدید که هم با بارکد و هم با نام امکان جستجو دارید که حالا ما میایم چند تا کالا مشخص میکنیم، برای هر کدوم تعدادی مشخص میکنیم. خب فکر میکنم کافی باشه. الان من 4 تا کالا شامل مانیتور، هارد، سی پی یو و رم رو از انبار اصلی درخواست دادم و در واقع درخواستم از طرف کارخانه کارگاه تولید یک. این بخشی از کارخانه این درخواست رو انجام داد. وقتی که درخواست ثبت میشه، شخصی که انباردار هست و میاد حواله انبار رو صادر میکنه، الان ما وارد فرم افزودن حواله شدیم. مشخص میکنه که نوع حواله چیه. اگر واحد تحویل گیرنده رو اون واحد مربوطه انتخاب کنه، کلیه درخواستایی که از اون واحد شده، ممکنه یه درخواست هم نباشه، درخواستای گوناگونی از اشخاص مختلف شاغل درون واحد شده باشه. نگاه کنید الان ما 4 تا ثبت کردیم اما اینجا 6 تا درخواست نشون میده. خب بریم ببینیم که اون 2 تا آیتم اضافه از کجا اومده. ما تو قسمت ویرایش درخواست کالا اگر دقت کنید می‌بینید که درخواست‌های دیگه‌ای هم هستن. البته این درخواست‌ها رو قبلا ما زدیم، حواله صادر کردیم، بعضیاشون رو رد کردیم که الان میریم ببینیم که چطور درخواست‌ها رو تایید کنیم یا رد کنیم. ضمن که رو هر کدوم از اینا هم اگر شما دوبار کلیک کنید درخواست مربوطه رو ببینید، جزئیات بیشتر می‌بینید. مثلا تو این درخواست قبلی می‌بینید که یه تیک خورده تایید نشد. حالا بریم اینا رو عملا انجام بدیم تا بهتر براتون جا بیفته. الان من میبینم که شماره درخواست 3 و 4 است، یعنی 2 تا درخواسته. خب اول بیاید چند تاشو رد کنیم. به عنوان مثال اینجا گفته مانیتور 22 اینچ. من میگم این مانیتور نداریم، موجودی نداریم. دلیل عدم تایید موجودی نداریم. خب یا به عنوان مثال هارد SSD ای دیتا بگیم که مدیریت دستور داده ندهیم. خب حالا من بیام این 2 تا درخواست یعنی هارد SSD و این مانیتور رو که رد کردم انتخاب میکنم، این دکمه رد درخواست رو میزنم. سیستم از من سوال میکنه آیا از عدم تایید داخل پرانتز رد کردن درخواست برای این رکوردها مطمئنید؟ میگم بله، یس. خب اون 2 تا درخواست رد شدن. بریم سراغ بقیه‌اش. حالا قبل از که بقیه‌اش رو بزنیم تو درخواست‌ها یه نگاهی کنیم. ببینید اینجا نوشته مانیتور موجودی نداریم. اون سی پی یو هم که هاردی هم که رد شد تو درخواست قبلی بود. در واقع وقتی که انباردار میاد برای درخواست‌ها حواله بزنه، براش فرق نمیکنه که این درخواست‌ها توسط چه کسایی ثبت شده. تجمیع شده اون اطلاعات رو میبینه. کلیه درخواستایی که
از این انبار شده توسط اون واحد رو میبینه. خب من بقیه رو تایید میکنم به همین راحتی، همشون تایید شدن. البته الان ما تمام موجودی رو تایید کردیم. مثلا سی پی یو یه دونه درخواست شده بود دادیم، البته سی پی یو 2 بار درخواست شده بود که ما یکش رو رد کردیم. ببخشید هارد اس اس دی 2 بار درخواست شده بود. اینجا دوباره سی پی یو درخواست شده تایید کردیم. رم ممکنه بگیم آقا ما رم 4 تا نداریم، 3 تا داریم. درسته که 4 تا درخواست شده، اینو روش دوبار کلیک میکنیم میزنیم 3. خب الان حواله آماده است. پس با این دکمه افزودن اقلام حواله از روی درخواست میتونیم این کار رو انجام بدیم. بریم تو خود اون درخواستا. اگر روشون قرار بگیریم دونه دونه، میبینید که این پایین یه سری اطلاعات به ما نشون میده. میگه حواله مرتبط با این درخواست در تاریخ 29/3 شماره حواله 7 2 تا. اینجا هم مقدار درخواست 2، مقدار تحویل شده 2، درخواست 3 تحویل شده 3، درخواست 4 تحویل شده 3. این رم 16 گیگابایت اگر دقت کنید 4 تا درخواست شده و 3 تا تحویل شده. این هم نکات مهمی بود که از اون طرف شخص درخواست دهنده هم میتونه رصد کنه. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم واحدهای سازمانی که در درخواست‌ها و حتی در حواله‌ها استفاده شد از کجا آمدن. ما تو قسمت منابع انسانی بخش انسان و سازمان یه درختواره ساختار سازمانی داریم. اینجا میایم واحدها رو معرفی میکنیم، هم به صورت خطی میتونیم واحدها رو ببینیم، هم به صورت درختی. ضمن که رو هر نود درخت اگر قرار بگیریم به هر کدوم از اینا نود گفته میشه. اگر در واژه نود ابهام دارید، روی نمایش زیر نوتا کلیک کنیم اون نوتا میان و میتونیم اینجا اضافه کنیم. نود در اینجا به چارت سازمانی اشاره داره، در واقع نودهای درخت. خب بریم به قسمت پرسنل. برای معرفی پرسنل هم از این دکمه استفاده میکنیم و پرسنل رو مشخصاتش رو میزنیم و معرفی میکنیم. و پست های سازمان، اینجا در واقع مشخص میکنیم که اینجا لیست واحدهای سازمانی ما میاد. در هر واحد سازمانی ما چه اشخاصی کار میکنن. من اینجا کارخانه رو انتخاب کنم، انتخاب پرسنل متصدی پست رو بزنم. ببخشید عذر میخوام، من تصحیح میکنم. اینجا پست های سازمان هست. وقتی ما یه پست رو ایجاد میکنیم میگه مشخص کن که این پست در کدوم واحد سازمانیه. مثلا میگیم در بخش فروشگاه ونک. حالا من اینجا قبلا زدم فروشگاه ونک رو، حالا فقط اطلاعاتشو میذارم شما ببینید. پستی داریم به عنوان فروشنده. اگر اینو ثبت کنم چون این رکوردی ثبت میشه که قبلا اینو البته من ثبت کردم. خب من پست فروشنده رو انتخاب میکنم و انتخاب پرسنل متصدی پست رو میزنم. سپس دکمه افزودن و از بین پرسنلم به عنوان مثال میگم مینا غلامی و فرهاد آیش پرسنل متصدی پست فروشنده هستن. در واقع پست مشاغل ماست، نقش‌های ماست، رول‌های ماست و پرسنل هم که مشخصه که تعریفش چیه. خب اینجا هم متوجه شدیم که چطور بیایم واحدهای سازمانی رو معرفی کنیم که همون واحدهای سازمانی بعدا میان اینجا انتخاب میشن و اون پرسنلی هم که اونجا تعریف کردیم الان به عنوان مثال من فروشگاه ونک رو انتخاب کنم، فرهاد آیش و مینا غلامی رو که به عنوان پرسنل متصدی پست فروشنده معرفی کردیم میاد. یه نکته دیگه من بگم، حالا بعد تو بخش منابع انسانی بیشتر روش تاکید میکنم. شما برای هر واحد سازمانی بی نهایت پست میتونید تعریف کنی. به عنوان مثال بگی تو فروشگاه ونک ما فروشنده داریم، آبدارچی داریم، ارزم حضور شما چک نقد کن داریم، یا مسئول وصول مطالبات داریم، مدیر فروش داریم و قس الهذا. هر تعداد پست اونجا دارید مشخص میکنید و افراد که تو اون پست ها شاغل هستند رو هم مشخص میکنید.